سلام دوباره، روزتون بخیر. با هم میخوایم برش بالاتنه بستیه یا بستیر، یعنی هم بستیر میگن هم بستیه، با هم انجام بدیم. خب طبق تمام الگوها ما خط فرضی قسمت کمر رو داریم. بالاتنه رو ببینید چقدر قطعات ریزیه. اصلا یکی از دلیل هایی که ما دوره رو گذاشتیم اسمش تاپلکس های پازلی، یعنی قراره مثل پازل کنار هم چیده بشه و برش بخوره و دوخت بخوره. بالاتنه بستیه رو آماده کردیم، الگوشو بهتون توضیح دادم، انتقالش رو با هم انجام دادیم. حالا مقدار زاپاس دوخت هایی که قراره، چون بالاتنه ما ساتن آمریکایی هستش و لایه فرانسه یا لایه چک کاملا فیکس شده، حالا یا هم میتونیم با فیوزینگ بدیم بیرون براتون لایه کوبی کنم، هم که اگه اتوی سیلتر دارین راحت میشه اتو کشی کرد و لایه های خیلی خوش، حالا اتویی هستش کاملا میچسبه. بالاتنه بستیه رو که کامل الگوهاشو پهن کردیم، خط کمر فرضی رو مخصوصا برای این بالاتنه ها لازم داریم، به خاطر اینکه تعداد قطعات الگومون مثل مدل ارکیده خیلی تو حالا قسمت های مختلف کوتاه و بلند هستش، باعث میشه که ما گم کنیم که ببینیم کدوم قسمت ها رو به هم وصل کنیم. شماره بندی هم تو الگو بهتون توضیح دادم که تک تک اینها باید شماره گذاری بشه. شماره هاشو کامل گذاشتیم، چرت های راهنما رو زدیم و بعد حالا میخوایم برشش بزنیم. بچه من این بالاتنه رو که دارم برش میزنم، همزمان با تعداد قطعاتی که برش میخوره قرار ما دانتل فرانسه هم استفاده کنیم، چون پارچه ما ضخیم هستش و ساتن آمریکایی لایه که میخوره یک ضخامتی پیدا میکنه. دانتلی که استفاده میکنیم یا فرانسه باشه یا حداقل دانتل های مسطح و نرم باشه، چون ما یک سری دانتل هایی رو داریم تو بازار قیمتش خیلی مناسب و ارزونه، میتونین از اونها جایگزین استفاده کنین. چون دانتل های فرانسه تو درس های قبلی من بهتون گفتم چون قیمتش بالاست، امکان داره خب به هر حال براتون مغروم به صرفه نباشه اگه سفارش مشتریتون نباشه، ولی اگر خواستین برای مشتریتون بدوزی سکه کارتون باشه، حتما از دانتل فرانسه استفاده کنین، وگرنه میتونین رنگ متضاد دانتل های معمولی رو استفاده کنین. زاپاس دوخته رو 1 سانت میذاریم چون قراره دور الگو تماما دوخته بشه. ما بالاتنه های تورب، زونیکس و تورهای حرفه‌ای رو بهتون گفته بودیم که دور تا دور الگو رو کامل دوخت میزنیم با شماره 3.5 4. برای بالاتنه های بستیه یا کاملا ساتنی، چه بالاتنه های غیر قرینه باکسی، همه اینها ما تو مزانمون الگوها رو کامل مثل بالاتنه های تو به صورت دوبل در میاریم، پارچه رو 1 لا پهن میکنیم و بعد الگوها رو میچینیم، چون باعث میشه هم خطای کارمون کمتر باشه، همین که این الگو کاملا قطعات ریزی داره، دور تا دورش چرت های راهنما بخوره و دوخت های الگو انتقال پیدا کنه روی پارچه، کمک میکنه خروجی بی‌نقصی داشته باشیم. پس تمام قسمت های بالاتنه هم سلیقه‌ای هست کدوم قسمت ها رو میخواین دانتل استفاده کنیم، همین که میتونید اصلا دانتل هم استفاده نکنید، 0 تا 100 پارچتون یک دست باشه. تا این قسمت رو توضیح دادم، برش ها رو انجام میدیم برای ادامه دورگیری الگو. خب تمام قسمت های الگو رو دور تا دورش رو برش زدیم. قسمت پشت کارم که لایه خورده، دور تا دور الگو دوخت های شماره 4، یعنی با درجه شماره 4 دوخته شده. بچه وقتی که الگوهاتون رو دارین میدوزین، یعنی دورش رو دورگیری میکنین با الگو، حتما کنار هم شماره بندی بچینید که الگوهاتون و قطعاتش گم نشه. ابتدا و انتهای بالا یا پایین الگوهاتون که حالت زاویه داره باید روی الگوهاتون قطعا مشخص باشه. خب الگو نزدیک فکر کنم 24 تا یا 25 تا بیشتر شاید برش داشته باشه، حالا دقیقاًش رو نشمردم. از این الگویی که برش زدیم دوباره باید الگوها رو برگردونیم و بعد روی پارچه ساتن دیگه برش بزنیم. یعنی ما از هر قسمت الگو جفت جفت میخوام، یعنی یک جلوی کامل، یک پشت کامل، دوباره یک جلوی کامل و یک پشت کامل باید برش بزنیم. از میزنیم این چیه؟
وقتتون بخیر. قسمت زیرساز رو بهتون توضیح دادم، کاملا لایه کوبی شده و برش خورده. دور تا دورش هم انتقال الگو دادیم. بچه ها شماره درجه چرختون رو چند بار تاکید کردم درست کنید که پارچه‌تون رو جمع نکنه. بعد از اینکه الگوها رو جدا کردیم و چرت‌های راهنما رو طبق مدل‌های تورهای حرفه‌ای که بهتون یا زونیکس آموزش دادم روی پارچه ساتنی هم همین انتقال انجام میده. ولی تفاوتش اینه که روی پارچه ساتنی به خاطر ضخامت خود پارچه و لایه حتما برش ها رو که دوختین دور تا دورش رو یک اتو بزنین، یعنی قبل از اینکه برش ها رو بیایم قطعه ها رو به هم وصل کنین، چرت ها رو روبروی هم قرار بدین، تک تک پنل ها رو یه اتو بزنین صاف بشه، فیکس بشه و بعد کنار هم پازلش رو بچینین و سوزن بزنین، خط های راهنما رو مشخص کنین. خب حالا از همون قسمتی که بهتون توضیح دادم روی پارچه ساتن آمریکایی و لایه کوبی که لایه چک در آوردیم، میایم چیکار میکنیم؟ الگوها رو چپرو میکنیم. حالا چپرو یعنی چی؟ این الگو رو نگاه کنین، الگوی اصلی ما هستش. فلشی که میبینید جهت بالای الگو رو مشخص کنیم، یعنی تک تک الگوها فلش داره، یعنی جهت بالا و پایین الگو کاملا مشخصه. البته پایین که نمیخواد، وقتی که فلش میزنیم یعنی بالای الگوی. میام چیکار میکنیم؟ الگوی ما چون به این حالت روی پارچه زیرساز چیدیم، مثل این میمونه که پارچه رو میخوایم دو لایه پهن کنیم، سوزن میزنیم و دو تا برش میزنیم، ولی پارچه ما الان یک لایه. ما میام الگومون رو برمیگردونیم، یعنی یک به صورت جفت در بیاد، روبروی هم در بیاد. دوباره اون قطعات دوخته شده رو به من بده. یعنی وقتی که من دارم این الگو رو اینطوری مثال بزنم، وقتی که من دارم این بالا تنه رو برش میزنم، شاید طبق روش های قبلیتون که برش میزدین میومدین چیکار میکردین؟ الگوتون رو میذاشین روی دلای پارچه، سوزن میزنین، برش میزدین و این دلای پارچه رو که برش میزدین فقط نصف الگو رو داشتین، یعنی یک دوم از سی اف به سمت راست یا سمت چپ داشتین. مثل من الان دیگه الگوها رو کامل نکشیدین. حالا ما این پارچه رو اومدیم یکلا پهن کردیم. این یکلایی که پهن کردیم دو تا قطعه به شما میده که مال روی کار یا زیر کار هستش. حالا این الگوهایی که ما علامت زدیم، این قسمت الگوها رو که علامت زدیم برمیگردونیم، همین عددها، فلش ها، چرت های راهنما رو پشت الگو انتقال میدیم. این الگو رو نگاه کنید، الگوی شماره 2 فلشش مشخصه. بعد میام چیکار میکنم؟ برمیگردونم و بعد دوباره شماره‌اش رو می‌نویسم، خط کمر رو علامت میزنم، فلش رو میزنم، چون ما داریم برعکس پارچه رو در میاریم. اگر تا به حال لباس دوخته باشیم متوجه صحبت هم شدیم، ما از هر بالاتنه‌ای بخوایم زیرساز فنردوزی داشته باشیم باید 4 تا بیاریم. 2 تا برای رو که برش های دو طرف هستش، 2 تا هم برای پشت که برش های دو طرف پشته، یعنی بدن یک جلوی کامل و یک پشت کامل هست. این قطعات رو که با هم دیگه توضیح دادم و پشت الگورم اومدم علامت زدم، حالا روی پارچم پهن میکنم. بعد از این که پهن کردم، زاپاس دوخت ها نحوه برشش درست مثل قسمت زیرساز میمونه، یعنی دور تا دورش رو برش میزنیم. یک الگوی جفت به من بدین که من برای بچه ها دوباره اینه جفته. خب بچه یه بار دیگه توضیح میدم، چون این برعکس کردن الگو تو این مدل، حالا توی تمام باکس ها خیلی مهمه ولی توی این مدل اهمیتش بیشتره، چون تعداد ریزی خیلی الگو داریم. ما همیشه الگویی که روی قبلا طبق روش های قبلیمون الگو که میکشیدیم، میومدیم چیکار میکردیم؟ میومدیم نصف الگو رو میکشیدیم، بعد روی الگوی یک دوم بوده دیگه، یعنی ببخشید نصف بدن بوده، میکشیدیم و روی پارچمون دلا پهن میکردیم. من اومدم توی این مدل طرح باسیه بهتون گفتم الگوهای باکس ساتنیتون هم مثل تور کاملا جلوی کامل بکشین. یعنی الان اینجا سی اف داخل ویدیو دیده میشه، این سی اف اینجا یعنی وسط جلوی دو طرف الگو رو من دارم. برش های بعدیشو که نگاه میکنی دو طرف الگو رو باز هم من دارم تا قسمت وسط پشت. چرا این کاری کردم؟ چون بالا تنه های باکس هم باید مثل بالا تنه های تور حرفه‌ای دوخته بشه. و برای اینکه
الگوی ما جفت در بیاد، اینو ما یک لای پارچه رو برش زدیم، دورش رو دوخت زدیم. حالا میخوایم روی کار هم برش بزنیم. دوباره من نمیتونم همون راسته الگومو قرار بدم، یعنی بالا تنه من جفت نمیشه، باید پشت الگومم علامتاشو بزنم روی پارچه به صورت یک لا پهن کنم. تمام این تکنیک هایی که بهتون توضیح دادم اعمال کنید تو تمام مدل هاتون، خیلی بهتون کمک میکنه لباستون پرو، کمترین پرو یا حد اقل ترین پرو داشته باشه. خب دور تا دورش رو شروع میکنیم به علامت زدن. بچه‌ها ببخشید من یکم صدام گرفته، سرما خوردم. دور تا دور الگو رو شروع میکنیم به علامت زدن و همه زاپاس دوخته هامون هم بهتون گفته بودم 1 سانته. خط راهنمایی هم که مشخص کردیم، خط کمر روی قسمت پارچه هم میکشه. الگوهامونو که برش زدیم دوباره روی کار هم، با تفاوت اینه که قسمت هایی که دانتل داره من الان روی الگو می‌نویسم. خب تمام دور تا دور الگوها رو، زاپاس دوخته رو 1 سانت گذاشتیم. بچه‌ها برای پایین میتونید تا 2 سانت هم بذارید. بعد شروع میکنیم به برش. بچه ها بالا تنه خیلی قشنگه. شما میتونین قد بالا تنه باسیتون رو ببینید. از کمر ما به اندازه همون قد باسن بزرگ اومدیم، شما میتونین به اندازه همون قد باسن کوچه یا همون 10 سانت بیاین. برداریم. بالا تنه هایی که ساتنی هستن و اینقدر قطعات پازلی دارن پرسوزن نکنید، چون پارچه‌تون ساتن ضخیمه و جمع میشه. بالا تنه رو برش زدیم، قسمت روی کار. حالا این روی کار قرار دانتل بخوره. حالا این قسمت هایی که قرار دانتل بخوره، الان این الگوهایی که میبینیم برش زدیم الگوها و قسمت هایی هستش که ساتن ساده است. همزمان با ساتن ساده میبینید دانتل خورده. قسمت CF برش دو طرف روی 100% کاف، فقط وسط کاف قرار بندینک بخوره. قسمت های پهلو ببینید این برش های ریزی که ما الان اینجا داریم، این برش های ریزی که ما الان اینجا داریم، ببینید علامت بندینک هم حتی ما گذاشتیم که قشنگ مشخص باشه اینها میخواد بندینک های کشدار یا بندینک های یو بخوره. دانتلش هم مشخصه. روی کاپ هم قسمت هایی که قرار بندینک هم بخوره مشخص کردیم. ببینید این قرار اینجا بندینک بخوره، این هم بندینک بخوره، یعنی روی الگو مشخص کردیم. روی بالا تنه هم که مشخصه. حالا میام چیکار میکنیم؟ ممنون. این بالا تنه رو بگیرید. الگو رو که اومدیم چیدیم، میایم هاشور میزنید، خطاتون رو مشخص میکنید، روش هم مینویسین دانتل. قسمت هایی هم که مثل اون نمونه بهتون نشون دادم علامت میزنین که بندینک میخوره. اینها رو که برش زدیم، حالا دور الگوها رو دوخت زدیم، انتقال الگو رو انجام دادیم. بعد از اینکه انتقال الگو رو انجام دادیم، میایم تور دانتلمون، چون دانتل فرانسه داریم استفاده میکنیم، کمترین دورریزی رو باید داشته باشه. حاشیه های دانتل فرانسه رو سعی کنین اول جدا کنین. حالا یا میخوان اینقدر حاشیه باشه یا بیشتر باشه، چون حاشیه هاش برای توی لباس ها مثلا تاپلکس ها خیلی استفاده میشه. من وقتی که میخوام دانتل رو قرار بدم روی ساتنم، الگوشو برمیدارم، خط الگو کمکم میکنه که دیگه بدونم برش ها رو به چه صورت وصل کنم. قسمت های پشت هم ببینیم بچه ها کاملا بهشون گفتم شماره ها رو یادداشت کنن، چون هنوز به مرحله اتو نشده. قطعات قبل از که شماره ها رو بذاریم روی بالا تنه و روی پشت پارچه، اول اتوهاشو زدیم. حالا مرحله اتوشون خیلی ساده است دیگه، لایه های تک تکه، اتو کاریش کاری نداره.
گلاتون رو قشنگ بچینین. حاشیه دانتل های فرانسه رو تو لباس استفاده نکنید چون دورریزیش خیلی زیاد میشه. سعی کنین بالاتر از حاشیه استفاده کنین. حالا اینو که چیدین دوباره الگو رو برمیدارین، برش بعدیتون رو میچینین. این برش ها رو که کامل چیدین سوزن میزنین با فاصله 1 سانت بیشتر از پارچه ساتنتون، 1 سانت 1 سانت و نیم بیشتر از پارچه ساتنتون، چون یکم نخشون بیشتره، این ببخشید ابریشمیش بیشتره، اتو که بزنین شاید جمع بکن. 1 سانت 1 سانت و نیم بیشتر برش میزنین. بعد شروع میکنید کوک های مورب یا عمودی روی دانتل و ساتن زیر کارتون. تا این مرحلهش با هم انجام بدید. قسمت از الگو رو که توضیح دادم، گفتم الگو رو چپ کنید، این زیر سازمونه. این روی حالا راستش رو دارم نشون میدم، یعنی قراره تک تک قسمت های فنر رو بهتون بگم کجاها رو فنردوزی کنید. من بهتون گفتم الگوتون رو چپه کنید چون قراره این زیر ساز باشه که روش، یعنی داخلش، من گفتم روش داخلش قرار فنر بزه. این هم پازل های بعدی روی کار هستش، یعنی این قسمت های پازل روی کار هستش که دوخته میشه و روبروی این هست و اون دانتل ها و بندینک هایی که گفتم روی این قسمت میخوره. اگر من الگو رو چپه نمی کردم و علامت هاشو نمی زدم، الگو رو که برش میزدم، یعنی برای روی کار برش میزدم، اگر الگو رو چپه نمی کردم و همون حالتی که برای این قسمت برش زدم روی کار هم، یعنی این بالا تنه‌ای که قرار روی کار هم برش بزنم، همه به این صورت چپه در می اومد. پس گفتم این نکته رو توضیح بدم، شاید براتون سوال پیش اومده باشه که چرا باید پشت الگوها رو هم یادداشت کنین. چون میخواستم الگو رو برگردونم به دلیل اینکه روبروی برش هامون قرار بگیره. خب ببینید این قطعات زیرساز دوخته شده. مرحله دوخت روی کار که مثل زیر کار هستش رو بهتون کامل نشون میدم. وقتی که میخوای زیرساز فنر بدوزی، ابزاراتو میذاری کنار دستت. فندک برای سوزوندن فنرها، انبردست برای کشیدن و هلال دادن فنرها، فلامینگو برای بریدن فنرها، سرنخزر و این هم برای فنرهای 10 میل، چون فلامینگومون کند شده، فنر 6 میل و 8 میل رو میباره. قسمت بسیار مهم فنردوزی، ابزار رو نگاه کنید. فنری که داریم میدوزیم، برش ها و قسمت های فنردوزی اصلی، بچه این بالا تنه چون اندام رو کاملا جمع میکنه. فنر 8 میل میدوزیم، این قسمت زیر سینه وسط سی اف و طرف مقابل خط زیر سینه. فنرهای 8 میل میدوزیم. بله اونا هم شما دانتلا رو کوک بزنید تا من بیام فیلمش رو بچه ها توضیح بدم. بچه دیگه البته بچه هنرجو دیگه کلا عادت کردن، تیم ما پشت صحنه خیلی دارن کارا رو انجام میدن. دوختش فوق العاده باید تمیز باشه. خب اینجا رو ببینید بچه ها، فنری که ما دوختیم از لبه کار دوختتون یعنی انتقال الگوتون 1.5 سانت فاصله داشته باشه. فلامینگو هم کند شده. فلامینگو همون قیچی باغبونی هم محسوب میشه، از ابزار فروشی گرفتیم ولی خب خیلی کار میکنیم باش، کند شده. طرف مقابل فنر هم میدوزیم. حالا برش های بعدی
برداریم ببخشید. قسمت CF دو طرف برش ها رو همه رو میدوزیم. وقتی که دو تا درز، یه لحظه اجازه بدید، دو تا درز دوختتون کنار همه، یک فنر رو باید بلندتر بدوزین، یک فنر رو باید پایینتر بدوزین. الان اینجا فنرها نزدیک همه، یک نیم سانتش رو باید قیچی کنیم بیاریم پایینتر. جا میدیم. پس وقتی که برش هایی رو دارین که توی یک نقطه همدیگر قطع میکنن، فنر رو یک سمت بالاتر میدوزیم، فنر بعدی رو یک نیم تا یک سانتی پایینتر. خب بعد از اینکه برش ها رو دوختین، حتما بعد از هر فنر دوزی نخاتون رو کامل بچینید. به همکارم میخوام بگم این فنر رو بدوزه. این فنر رو درست مثل فنر برش عصایی باید سیمش رو بکشین که یکم هلال پیدا کنه، چون قسمت پهلوه. بعدی رو که میخوایم بدوزیم، بچه اینجا یه نکته رو توضیح بدیم. این برش کجی که هلالی که قسمت پهلوتون دارین، این دوتا برش های روبرو رو فقط تا اینجا میدوزین. قبلش فنر خط اصلی رو میکشین تا پایین، دوخت میزنین، بعد این فنرها رو کوتاه میدوزین، چون اگر این فنر رو یک سره بدوزین، این هلال زیاد قسمت پهلو باعث میشه پهلوی بالاتنه شما تیز وایسه وقتی که فنر رو دوخت میزنین. دوخت میزنین. ببینید تا پایین، تا قسمت پایین ادامه میدیم. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا فنرها رو با نوارهای روی بالاتنه ندوختیم طبق مدل که میبینید. فنرهایی که ما قراره مثل این بالاتنه باسیه بدوزیم، ما فنرها رو برای بالاتنه های تو همراه با نوار میدوزیم. برای این بالاتنه ها باید فنر به زیرساز وصل بشه و روی کار فقط نوارها شکل نمایشی داره دوخت میخوره. دانتل برش بزنین، الگوهای یعنی به عنوان الگو محسوب میشه. برش های پارچه‌تون رو زیر دانتلتون میذارین، دور تا دورش رو سوزن میزنین و بعد 1.5 سانت زاپاس دوخت میزنین و برش میزنین. برشش بزنین. دانتل ها ببینید ما الگو رو کاملا دورش رو دوختیم، دانتل ها رو به صورت مورب کوک های درشت زدیم. قسمت هایی که بلند هستش میتونید هم کوک عمودی بزنید هم به صورت مورب. همکارم اول اومده بودن کوک های به این صورت دوخته بودن، این کاملا اشتباهه. وقتی که بالاتنه شما به این حالت برشی که دارین تزئینی در میارین قدی هستش، اگر کوک های عرضی بزنید، برش بالاتنه شما رو یه لحظه اجازه بدین، برش بالاتنه شما رو به این حالت جمع میکنه. پس کوک ها رو باید به صورت قدی بزنید. ببینید دور الگوها رو 1.5 سانت بزرگتر برش زدید. خب این قسمت ها رو هم ببینید، تک تک برش ها، این قسمت CF، قسمت برش سوتیانی، حالا برعکسش کردیم، برش سوتیانی هستش، قسمت های مختلف دیگرش، پهلو و این قسمت. کوک ها هم که مطمئنا همه شما کامل بلد هستی. کوک ها رو با مقدار طول حداقل
5 تا 8 سان 10 سان در بیارین. خیلی احتیاجی نیست کوکا ریز باشه. اگر کوکاتون هم ریز باشه باز هم برش های شما رو جمع میکنه. بچه ببخشید من کم نفسم میگیره چون سرما خوردم، دارم توضیح هم میدم، شاید که وقت صدای نفس زدن منم بشنوید. فنرهای هلالی رو که با انبردست کاملا کشیدین تو درس‌های قبلی بهتون آموزش دادم. بعد شروع میکنیم به دوختن. بچه ها این فنرهای پهلو باید کوتاه باشه. لطفا دوربین رو خود نزدیک فنرها زوم کنیم. بله که بچه ها کامل ببینن. بله همین زاویه رو لطفا نگه دارین تا کامل بدوزن. بچه دقت کنید که فنرها رو که داریم میسوزونید ابتدا و انتهاشون به میز حالا ضربه بزنید که پرس بشه. اگر هم نه نمیتونید فنرها رو قبلش اندازه بزنید، چون بچه های مزون ما کاملا مهارت کامل رو دارن، ولی فنر رو که میخوایم بسوزونیم ابتدا و انتهاشو باید به میز بزنید، ضربه بزنید. با چسب پانسمان هم میتونید کار کنید. طرف مقابلم که فنرش رو میدوزیم بچه فنرها رو خیلی هلال نکنید، چون گفتم پهلوهاتون کاملا برجسته و تیز میشه. چون قد بالا تنه ما از خط کمر 20 سانت بلندتر هستش، خواه نخواه این بالا تنه های مستقل مثل این طرح باسیه، این بالا تنه ها رو معمولا با یک دامن یا شلوار میپوشن، یعنی بیشتر شکل نمایشی داره، ولی خب گنی هم محسوب میشه. دوخت بزنیم بچه ها. ما دو طرف فنر رو براتون دوختش رو نشون میدیم، شما طرف مقابل رو طبق همین تکنیکی بهتون توضیح دادم باید دوخت بزنید. 0 تا 100 دوخت این فنرها حدودا 20 دقیقه بیشتر از زمان نمیبره، یعنی انقدر باید مهارت دوخت فنرهاتون بالا بره که در مدت یه ربع تا نیم یا یه ربع تا 20 دقیقه دوخت کامل فنرها رو بزنید. خیلی خوب، دوخت ما طرف مقابلم انجام میدین، دوخت فنردوزی ها تموم شد. حالا پازل های بالاتنه تلفیقه که دانتل و ساتن هست و همه رو کنار هم شکل پازل میچینیم، سوزن میزنیم و شروع میکنیم به دوخت. قسمت پشت بچه ها 0 تا 100 پشت هم مثل جلو فنرهاش دوخته میشه. یکم بیارین نزدیکتر بچه ها ببینن. بله با انبر دستی که از سیمای فنر رو میکشین تا کاملا هلال و قوس پیدا کنه. ضربه زدنش هم رو میز به بچه‌ها آموزش بدید. انتهای فنر رو بهتون گفتم ضربه میزنید، یعنی اگه فنرتون قد خود فضای دوختی که میخوایم فنر رو بدوزین و قیچی کنین، ابتدا و انتهاش رو بسوزونین، ضربه بزنید. اگر هم که همکارم فنر یک سره میدوزین، انتهاش رو میتونید کاملا بسوزونید. کاملا دوختش رو انجام میدید. بچه‌ها و اگر براتون ویدیوهای قسمت‌های تکراری موقع دوخت لطفاً رد نکنید. ببینید تکنیکایی که داریم میدوزیم و شما هم کامل نگاه کنید. اصلا تکنیک هم نداشته باشه، نحوه دوخت هم ببینید، چشمتون عادت میکنه. موقع دوختتون شما به هر حال تو ذهنتون میاد موقعی که فیلم و ویدیو رو دیدین، ناخودآگاه شما هم تمیز میدوزید. یک چالشی که ما با هنرجوها داریم اینه که هنرجوها فیلم ها رو سریع رد میکنن و همش منتظر درس بعدی هستن و این اصلا خروجی خوبی نداره برای هنرجو. هنرجو باید پای حالا کلاس آموزشی
کارهای عملیشو انجام بده. خیلی خوب بچه‌ها، ببینید بالا تنه رو کاملا کوک های دانتلش رو زدیم، کنار هم چیدیم که شما بدونید قراره به این صورت چیدمانش انجام شد. دونه دونه، یعنی شما باید رو میز کامل اینها رو بچینید، دونه دونه اینها رو سوزن بزنید و بعد حالا من مرحله سوزن زدنش رو بهتون نشون میدم. بعد از اینکه سوزن زدی شروع میکنیم به دوخت. حالا نحوه دوختش به چه صورته؟ دوختش اینه که به سمت داخل بدوزیم، یعنی مثل بالا تنه های تور به سمت روی کار نمیدوزیم. خب حالا الگوها رو از قسمت بالا تنه جدا میکنیم و شروع میکنیم به سوزن زدن. چرت‌های راهنما، حالا قبل از اینکه چرت‌های راهنما رو توضیح بدم بچه‌ها نگاه کنید، همیشه بالا تنه هایی که اینقدر تعداد برش ها و پنل هاشون زیاد هستش حتما کنار هم بچینید، یعنی شماره ها رو داشته باشین، یعنی به هم ریخته نباشه. بالا تنه هایی که تعداد برش هاشون خیلی زیاده، مثلا این 20 تا 22 تا برش داره، CF رو مشخص کنید، یکی یکی کنار هم بچینید. به خاطر همین من گفتم الگوتون رو دوبلش کنید که یک لاه پارچه‌تون رو پهن کنید، برش بزنید. بعد از اینکه کنار هم چیدی، حالا دونه دونه پنل ها رو برمی‌دارید و به هم سوزن میزنید. خب از قسمت پشت شروع کردیم به سوزن زدن. این قسمت هایی که زاویه هستش باید مثلا ببینید اینجا که زاویه هست باید با این زاویه با همدیگه برابر باشه. اینجا که زاویه هست باید با این زاویه یعنی تو دل هم قرار بگیرید. چون برش منحنیه یه مقدار سوزن زدن سخته. بیارین نزدیک دوربین تا بچه‌ها کامل ببینن. بله الان این منحنی رو ببینید کمتر هست، ولی هر چقدر تعداد قوسش بیشتر باشه ببینید به این حالت از سمت سوزن بزنین که یه مقداری انحناش بیشتره. همکارم که نگاه میکنیم به دستش ببینید زاویه ها رو داره با هم برابر میکنه. انتهاش هم بزنید. برای قسمت پشت بچه ها نگاه کنید برش ها رو که داریم میزنیم، من این بالا تنه اصلی رو گذاشتم جلوتون که جلوی برش هامون که ببینید شما این دوتا برش ها رو که داریم میزنیم اول اومدیم این برش رو با برش مقابل زدیم. فقط طراحیش اینه که این میبینید که این قسمت پانچ شده برای سوراخ های قسمت وسط پشت، همین قسمته، یعنی این مقدار همین قسمته. فقط نواردوزی ها خطای دید ایجاد میکنه. فکر میکنین شما یه مثلثی باریک وصل کردین به این قسمت دانتل، پس نواردوزی که قراره دو حالت اینجا داشته باشیم خطای دید ایجاد میکنه. خیلی تمیزه. ببینید نگاه، فکر میکنین یه مثلثی ساتن ساده رو وصل کردیم به این قسمت دانتل. اینها یک تکنیک ها و ترفندایی که توی برش های زیاد ایجاد میشه. این بالاتنه رو سفت تا سر برشش رو همراه با بالاتنه اصلی که دوخته شده روبروتون قرار میدم که بدونید کدوم قسمت هستیم. حالا بعد از اون این قسمت هم که میبینید فکر میکنین یک نوار دیگه جدا دوخته شده، نه، یعنی یک پارچه دیگه جدا. مثل اینجا فکر میکنین 3 تا قطعه است ولی در اصل 2 تایه. نواردوزی اینجا رو 3 قسمت تقسیم کرده، چون ما اگر بخوایم اینقدر نوارهای ریز داشته باشیم بدوزیم فضامون کوچیک‌تر میشه و سایز کوچیک‌تر در میاد. بعد از اینکه دو قسمت رو وصل کردیم که حالا نواردوزیاش در انتها بهتون میگم، قسمت بعدی. خب این قسمت ببینید پهلوها هستش، این هم نوارهای یویه. الان همکارم سوزن زدن گفتم باز کنه چون قراره این بندینک ها رو اینجا نوارهای یو رو وصل کنیم. اینجا رو ببینید نوارهای یو بندینکی رو باید وصل کنیم. خب این قسمت ببینید پهلوهامون هستش. اینجا پهلوه. لطفا این نوار رو بردارین. لباسامون هم همه رو می‌بینیم بافته، بخاطر اینکه هوا خیلی امروز سرده. این قسمت دانتل رو نگاه کنید. این قسمت پهلوی لباسم. الان قشنگ لباسو تو CF بچه‌ها گفتم تو چوب رخ بذار، الان CF یعنی نصف بالاتنه. این قسمت پهلوی لباسمه. حالا این قسمت های برش منحنیمون هم این تیکه هستش که حالا این سوزنش الان همکارم باز کنه و دو طرفش رو باید بندینک بزنه که نوار ربانه. بچه‌ها شاید اینجا هم برای شما یه اشتباه پیش بیاد، چون این قیتون داره لبه های کار تمیز بر نمیگرده.
روی کار میدوزیم. من الان اشتباهی گفتم سوزن رو باز کنم، ولی نه، سوزن بزنید. بعد از که سوزن زدید این باید از رو چرخ بشه. نوارهای 10 سانتی 10 میل هم به من بدین بچه‌ها. خانم غلامی شما هم تو داخل. بعد از اینکه این دو تا برش به هم وصل شد، اینا میذاریم رو و بعد نوار رو روش میدوزیم. دلیلش برای اینه که من حواسم نبود بچه‌ها این قیتون داره. وقتی که قیتون داره برمیگرده، لبه های حلقه‌ای تون به سمت بالا میره به این شکل. پس من بچه‌ها اونجا رو که بهتون توضیح دادم، حتما نوارتون رو باید رو بدوزین، چون نوارتون نیم سانته برمیگرده و این حلقه ها بعد قرار میگیره، یعنی حالت اینطوری خوابیده روی بالا تنه نیستش. پس من میام 2 تا قطعه رو با هم سوزن میزنیم. اینقدر قطعاتش ریزه، من اینجا خودم حواسم نبود، بچه‌ها گفتن سوزنشو باز کنه. خب اینجا شاید براتون سوال پیش بیاد که الان خانم تیموری ما اینجا داریم میدوزیم، شما گفتین زاویه ها با هم برابر باشه. این انتهای الگوی منه، درسته؟ اینجا هنوز من اضافه دارم. برگردونین لطفا. ببین این انتهای الگوی منه، این قسمت اضافه دارم، باید وصل بشه به کجا؟ به این برش. یعنی اینو که وصل کردم این ادامش. درست شد؟ ببینید اینجا. بعد از این برش سوزن میزنم. یه وقتی هم شده خودمون که اینها رو میگم اینقدر دقت کنیم، با اینکه ما حالا بالا تنه هایی که اینقدر قطعات ریزتر داره زیاد میدوزیم، یه موقع هایی هم میشه که خودمون هم اشتباه میکنیم و دوباره باز میکنیم، چون پنل ها رو میبینیم شاید روبروی هم قرار نگیره، اصلا جا نیافتاده باشه. پس شماره بندی الگو دیدین چقدر اهمیت داشت؟ همین الان که داشتیم ویدیو رو ضبط میکردیم این قسمت رو خب مثلا اشتباه کردیم. من اول گفتم اون پایین رو بس کنیم. خب سوزنش رو میزنیم تا نصف بالا تنه CF و ما سوزن ها رو 0 تا 100 بهتون توضیح میدم که شما هم ببینید. حالا الگو رو باز میکنیم، بالا تنه رو باز میکنیم، با بالا تنه اصلیمون مقایسه میکنیم. شما هم میخوایم بدوزین باید ویدیو کنار چشتون باشه، چون دارین طبق همین الگو در میارین. خب حالا دیدین این قسمت رو سوزن زدیم، به این برش وصل کردیم. حالا این قسمت هم اینجا سوزن زدیم. الان این قسمت تیزی که برش منحنی قرار بهش وصل بشه، منحنی کوچیکمون وصل شده، اینا رو سوزن زدیم. حالا در انتها از اینجا سوزن میزنیم تا پایین. خب برای راحتیتون بهتره اول بدوزین بعد سوزن بزنیم. بعد این قسمت رو جدا بدوزین، این قسمت رو جدا، بعد سوزن بزنیم. قسمت های برش رو حالا دوختش میزنیم. دقت کردین همکارم خط الگوشو داره چک میکنه. باز هم 100% به سوزناتون اعتماد نکنید. خب برای قسمت برش منحنی حالا این قطعه رو شروع میکنیم به دوختن. به فلش روی پارچه دقت کنید، جهت بالا رو داره نشون میده. شماره ها رو هم نوشتین. بچه‌ها پشت کارتون چون اتو میخوریم میتونید کمرنگ با مداد سیاه هم بنویسین پشت بالا تنهاتون، طوری که باز رنگ نده، یعنی پررنگ نباشه. فقط پشت کار بالا تنه هاتون رو بنویسین. برای بالا تنه هایی که با ساتن هستش و اینقدر برش های تعداد زیادی داره حتما پشت کار رو بنویسید. خب این دو تا قسمت ها رو دوختیم بچه‌ها. این قسمت برش ها رو دوختیم، این قسمت هم دوختیم. حالا این طرف مقابل هم وصل میکنیم، این دو تا قسمت ها هم وصل میکنیم. ولی قبل از وصل کردن اول اتوی اولیه‌اش رو بزنید، چون میخوایم نوارهای روی کار رو بدوزیم.
بعد وصل کنین تا وقتی که ما میخوایم اینو اتو بزنیم بذارین سوزنای مقابل هم بزنیم، یک دفعه با هم همه رو اتو کشی میکنیم. پس هر قسمتی رو که داریم میبینین منحنی زیاده اتوکاریاشو انجام بدین. چون تاپلکس سوتیانی هستش، حالت بالاتنه سوتیانی هستش، اتوکاریاشو اول تک تک انجام بدین، بعد دوخت‌های اصلی رو به هم وصل کنین، یعنی برش‌های مهم رو به هم وصل کنین. قسمت‌ها رو طرف مقابل پهلوها رو هم سوزن زدیم، یعنی این دوتا قسمت. بعد موقع نواردوزی گفتم نوارهای یوی بندینکیش رو وصل میکنیم. حالا طرف مقابل، یعنی کدوم سمت؟ این قسمتی که قرار دانتل رو وصل کنیم به دانتل های CF. خب یه بار دیگه پهن کنیم به بچه ها نشون بدیم روبرشو. ما الگوها رو میذاریم روی قسمت بالاتنه که بهتون نشون بدیم. این قسمت اینجا هستش، این قسمت طرف زیر سینه هستش، قسمت های بعدی رو هم بذاریم، این قسمت هم اینجا و این هم CF. درست شد؟ این هم CF مقابل. پس هر قسمتی که داریم الان برش میزنیم درست روبروش بالاتنمون هم گذاشتیم. من یکم بالاتنه رو نگه میدارم بچه‌ها، چون شما میخواین از روش بدوزین. تو پیجم عکس اصلیش هم هستش، چون تو پنل شاید نمیتونین اسکرین شات بگیرین. تو پیجم عکس اصلیش هستش که میتونید طبق همون سیوش کنین یا اسکرین شات بگیرین و وصل‌های پنل هاشو با هم طبق خود مدل انجام بدید. چرت های راهنما رو روبروی هم میذارین، خط هایی که الگو رو انتقال دادیم همه اینها روبروی هم قرار میگیره. زاویه های بالا پایین هم به همین صورت، اگر داخل برش دیگه ای نباشه. این قسمت ها رو که دوختیم اتو کشیش هم بهتون نشون میدم به چه صورته. بچه ها قسمت برش ها رو شروع میکنیم به دوختن. برش سمت CF که سوزن زدیم. خب برش بعدی هم دوخت میزنیم بچه ها. شاید دوختش ساده باشه که هی ما به شما نشون میدیم، ولی فقط میخوایم قطعات پازلی رو ببینید کنار هم دوخت میخوره. نباید موقع دوختتون تو هلال ها چین و خورد ریز بخوره. همکارم خطای دوخت الگو رو روبروی هم هی چک میکنن، خیلی مهمه، چون قسمت هایی که باید زدیم خیلی قطعاتش ریزه، باریک، تیزه، برش های تیز و کشیده ای داره. پس باید چک کنین که خطها روبروی هم باشه، وگرنه لباستون غیر قرینه در میاد. وقتی که برشاتون با هم برابر نباشه، دو طرف لباس هاتون با هم غیر قرینه در میاد و اصلا با هم برابر نیستش.
برش ها رو کاملا باز میکنیم. البته این هلالش رو باید حفظ کنیم. بله، برش ها رو باز کنیم، با نوک اتو بزنیم، ولی خیلی هم پرس نکنیم چون تن مانکن هم باید اتو بشه. خب اینجا رو ببینید یک چرتی میزنیم، به خاطر اینکه چون داریم دلای باز درز اتو میکنیم یه چرتی میزنیم، چون برش بعدی که قرار این قسمت وصل بشه ما این چرت به ما کمک میکنه که راحت‌تر بتونیم بدوزیم. که برش های بعدی رو اتو میزنیم. بچه ها ببخشید من یکم سرما خوردم صدام گرفته. تک تک برش های بعدی رو باید اتو بزنید که فقط اتوهاشو که میزنید بلا فاصله سریع اتو رو از روش بردارید، چون ما اتوی اصلی رو حتما باید تن مانکن بزنیم. خب کلاپر هم بزنیم روش. براتون سوال پیش بیاد یک طرفه چرا اتو نمیزنیم؟ چون زیرسازمون پرفنر هست و قرار نوار بدوزیم. درز دوختتون اگر یک طرفه باشه نوار بدوزیم، بالاتر شما یک طرف برشش خیلی برجسته میشه، یک طرف برشش خیلی حالت تو خالی میشه. پس دو طرف رو باز میکنیم که نوار رو خواستیم بدوزیم راحتتر دوخت بزنیم، هم قینه و برابر در بیاد. خیلی بچه کلاپر رو نکشین، فقط در حدی که یکم صاف بشه. پس تک تک برش هایی رو که بهتون توضیح دادم همه رو اتو کشیش رو انجام میدید. خیلی خوب، این قسمت نوارها رو سوزن زدیم. ببینید اینجا بالاتنه که هنوز وصل نکردیم، این هم که بالاتنه دوخته شده. یک سمت نوارها رو کامل دوختیم. خب بچه ها این قسمت رو نگاه کنین، نوار رو دوختیم. حالا نواری که میخوایم بدوزیم، دیدی اون خطایی که من حالا به بچه های ادیتکار گفتم خطا رو حذف نکنن که شاید این اشتباه برای شما هم پیش بیاد. ببینید اگر ما این نوار قیتون رو ما بین درز میدادیم تمام حلقه ها این شکلی برمیگشت به خاطر ضخیم بودن قیتون. میایم چیکار میکنیم؟ لب به لب این قسمت میدوزیم، بعد شروع میکنیم به دوخت نوار. کاریاشو که انجام دادیم، ببین این قسمت پشت کاره، اتو کاریاشو که انجام دادین درزهای دوختتون رو اتو میزنین و بعد باید روبروی برش هایی که فنر دوختیم باشه. اینو دقت کنید که لایه هاتون نباید جا به جا باشه. دوختیم این برش کوکا کشیده شده. این برش رو که دوختیم، برش بعدی هم وصلش رو انجام میدید. از سمتی بزنید سوزن بزنید که هلالش خیلی زیاده. ببینید این قسمت زاویه رو که میبینید یه مقداری هلالش کنید، چون حالت کیس وای میسه. میخواین نوار بدوزین حالت کیس وای میسه. از سمت هر چقدر هلال و قوستون بیشتره باید از اون سمت چرخ کنین، یعنی از سمت داخل باید چرخ بشه. اگر از سمت پشت کار که صافتره، یعنی خط صافتره رو چرخ کنین، خط مستقیم تر رو چرخ کنین، باعث میشه برشتون هلالش خیلی کم بشه.
اون چرتی که بهتون توضیح دادم اجازه بدید این چرتی که گفتم چرت بزنید چون درز بعدی رو میخوایم بدوزیم، حالا دیگه راحت برمیگرده و مستقیم میتونید چرخ کنید. قسمت هلال ببینید، یه لحظه اجازه بده، ببخشید بازم کردیم. این قسمتی بودش که قرار دو طرفش بندینک بخوره، یعنی اینجا قرار دو طرف بندینک بخوره. درس‌ها رو دوختیم، حالا این سمت و این سمت از رو دوخت میزنیم. وقتی که تو هلال هستش با نوک اتو شیب کاملا اتو میکشید. کاملا اتو شده، هیچ پفی هم نداره. وقتی که تیزی رو کامل میدوزیم و پفی نداره باید دقت کنید که اگر اون مقدار زاویه که بهتون گفتم یه مقدار هلالش کنید، زاویه دار میدوختین کاملا حالت برجسته وای میسا و رو اندام کاملا زشت بود. پس شما حتی تو قسمت هایی از لباس مجلسی که کامل لباس به صورت هلال دار هستش، هیچ جا رو سعی کنید زاویه دار در نیارین، چون هلال با زاویه همخونی نداره. ما میخوایم سوزن بزنیم قسمت قیتونی رو، اون قسمتی که حالت نمایشی زبدری بند رد شد. لطفاً بیاریم بالا تنه رو. اینجا نگاه کنید، نوارهای قیتون رو کمی بالاتر بدوزین. چرا؟ خانم غلامی نوارها رو بیاریم به بچه ها توضیح بدیم. دلیلش اینه که ما قرار یک نوار اینجا بزنیم، یک نوار روی قسمت بالا و یک نوار قسمت پایین. همکارم میچینن دقت کنید، اول این نوار رو میزنیم، بعد نوار بعدی رو، بعدش هم قراره اینجا نوار بخوره. پس من دیگه نهایتا حلقه قسمت بندینکمون یک کم دیگه میارم پایین تر. باید فاصله این دوتا، ببینید اینجا هم خالی هستش، فاصله این دوتا باید طوری باشه که روبروی هم حالت زبدری مرتب دوخته بشه. شما اگر که این نوارتون رو بیارین این گوشه ولی قسمت بالا اینجا باشه، زبدری که دارین روبانا رو رد میکنین کار رو زشت میکنه و جا و قسمت کامل باریکی اتفاق میفته و نوارها به صورت روبانی از رو هم رد نمیشه. یورو من گفتم بهتون نوارها رو اینجا بدید. این نوارهای یورو یه مقدار بیارین پایینتر، از حلقه هاش کم کنین که فضا برای رد کردن روبانتون داشته باشید. پس از فضای حلقه ها رد کم کنین، مجبورین که یکم نوارتون رو بیارین پایینتر کنین به دوختن. یکم حلقه هاشو بیارین به سمت پایین که جا برای رد کردن روبان داشته باشین. بچه‌ها عذرخواهی میکنم، واقعا صدای من خیلی گرفته، ولی خب درساتون هم خیلی مهمه، باید کاملا توضیحات داده بشه.
خب حالا نوارهای روش رو میدوزیم. بچه نوار قسمت بالا و پایینش رو، این قسمت پایین و بالا رو بدوزین، در انتها نوار اصلی رو بدوزید.